سلام و درود بر وکس، چطورید؟ به اولین ویدیو من خوش اومدید. بچه امروز قراره که یه معرفی، بیوگرافی و در مورد کانال توضیح بدیم. که اول میریم سراغ بیوگرافی خودم و قبل از اینکه بریم سراغ بیوگرافی بگم که من یه کانتنت کریتور خیلی ساده کلافم که تا الان 3 ساله که دارم پلی میدم. میتونم بهتون بگم که 4 تا اکانت داشتم و 2 تاش که تبر شد راحت قبول بفروشم و تبر شدن. من تبر شدم یعنی. و به خاطر دوست ناباب واقعا دوست ناباب که بهش گفتش اکانت میخوام، منم اکانت رو دادم بهش و 2 روز دیگه ازش خبری نشد راستش. و الان هم این اکانت جدیدمه که داره لولش 200 میشه، یعنی همین چند ماه پیش همین قضیه رفیق اینو شد که واقعا ناراحت شدم از سرش، چون که واقعا اینکه رفیقت 6 سال باید رفاقت کنه بعد یهویی سر یه اکانت بلاکت واقعا عجیبه. و اینکه همین دیگه. بریم سراغ بیوگرافی خودم. بچه من اسمم امیره و توی یوتیوبم که اسمم امیر تیمه و یوتیوبر مورد علاقه‌ام توی کانتنت یوتیوب، کلا کانتنت کریتور یوتیوب متین تی میکسه. و لطفا نگید که لقبم یا اسممو از اون کپی کردم، خیلی فرقه خیلی فرقه. و آره دیگه. بچه من 14 سالمه و اینکه حالا بخوام دیگه چیز دیگه بگم تهران زندگی میکنم، همین. آره دیگه همین، لازم نیست چیز دیگه بگم. و اینکه دیگه حالا رنگ مدل دیگه آپارت نیست که بخوام بگم رنگ مدل. بعد اینکه این اولین کانال یوتیوب منه. قبلا یوتیوب داشتم یعنی میدیدم ولی خب طبیعتا بیش از آن ویدیویی نمیذاشتم و فعالیت خاصی نداشتم. و اینکه الان اومدم که واقعا میخوام، یعنی هدف من توی یوتیوب موفق شدنه و واقعا میخوام موفق باشم. لطفا کمکم کنید و حتما به حمایت شما نیاز دارم که انرژی بگیرم و ویدیوهای بهتر و بهتر و بهتر بسازم. و اینکه بیوگرافی گفتیم، معرفی کانال که خیلی چیز خاصی نیست. بچه بگم من ادیتوری و همه چی با خودمه، یعنی طبیعتا ندارم توی این اولین ویدیو، چون که میتونم بهتون بگم من یه زمان ادیتور بودم، هم ادیتور ویدیو هم ادیتور یعنی تامنیل. که این شد که حالا کالافی قبلش پله میدادم، حالا خیلی یوتیوب شدن رو دوست داشتم اما به دلیل درس و به دلیل حالا کاری و اینا نشد که حالا اون زمان که میخواستم یوتیوبر باشم. که الان اسم خودم رو یوتیوبر نمیدونم چون که هنوز به دلیل موفق خاصی نشدم. یه ویدیو قراره بذارم و کاملا به چیه شما نیاز دارم. 10 بار میگم دیگه بخوام بهتون بگم. خب مهمترین چیز دیوایس من. بچه دیوایس من نه خوبه نه بد، یه چیز معمولیه، یه چیزی که هممون میتونیم داشته باشیم، یعنی اینکه خیلی چیز شاقی نیست. آیپد اینه که 100% نیست، یعنی آرزومه آیپد شیائومی هم من راضی. آیپد که یعنی تبلت. بعد بگم که دیوایس من، بچه دیوایس من شیائومی پوکو X4 GT. حالا همین دیگه. بعد دیگه چیز دیگه نمونده حالا، ولی این که من حالا فش ریویل نمی کنم چون که یوتیوب بهم گیر میده، نمیدونم چرا. هر وقت که ویدیو میذارم کامنت ها میبنده، هر چقدر بهش میگم من بچه نیستم هنوز هستم، ولی خب گیر میده دیگه، حالا به دلایلی نمیدونم حالا. و من یه زمانی یه کانال داشتم که فقط توش ویدیوهای کوتاه میذاشتم، یعنی اون شورت ویدیو میذاشتم
گرفت یه زمانی مثلا 12 کا ویو مثلا توی ویدیو، ولی خب ویدیو شورت دیگه یهو میره بالا. و بچه بگم که مثلا چرا حالا مثلا اینکه متین تی ام ایکس بهترین که نه، یعنی یوتیوبر مورد علاقمه، چون که متین تی ام ایکس مثل بعضی از یوتیوبرها فیک نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه میدونه، یعنی چی بگم، وقتی که مثلا میمیره تو ویدیوش میذاره، نه فقط شاتای خفنش، بلکه خب تو ویدیو توی حتی ویدیو دیگه میمیره همیشه شاتای خفن میزنه چون عادیه براش، ولی نمیاد فقط یعنی کیل زدنشو بذاره، مردنشو میذاره، انتقام گرفتنشو میذاره و همه چیشو میذاره. و واقعا دوست دارم یه زمانی، یعنی یه روزی مثل متین بشه، که 100% هیچکی نمیتونه مثل متین بشه. ولی بغیر از متین، حالا یه جور میگم متین انگار پسرمون نه، ولی بغیر از متین امید سیکس که ماشاءالله نبود، یعنی نیست اصلا، مثلا نزدیک یه ساله که نیست. همین فرینو هم که خبری ازش نیست و اینا. و واقعا میتونم بگم اینا جزء بهترینای کانتنت کالافم. اما هدف من به خاطر فرست ریویل اینه که به 25 کا برسم. حالا چرا 25 کا؟ چون که خب عدد بزرگ، یعنی عدد بزرگ چیه؟ یعنی که چجوری بهتون بگم، چون که من نمیدونم تا اون موقع مثلا 1 سال میشه 2 سال میشه اینا، چون میدونم قراره طول بکشه به 25 کا رسیدن. بخاطر همین، چون که اون موقع سنم بزرگتر میشه و اینا راحت‌تر میتونم. آره میدونید دیگه. و بچه بگم که همین بود دیگه کلا ویدیو. و بچه هدف این ویدیو اینه که همین جهت بیوگرافی و اینا بوده، ولی اگه میتونید لایک کنید ویدیو رو به 10 تا برسونید تا و که من یه دونه ویدیو لانگ دیگه هم داریم که خیلی خفنه، حتما ببینید. و اینجا هم که مردیم و فعلا